سروزیر قرقیزستان اولوغبک معروفوف، نماینده صلاحیت‌دار حکومت در ولایت بادکن اورموربک سوونالیف و رئیس نویه بادکن اوقلبک اورازوف را از مقامش برکنار کرده است. آنها رهبرانی بودند که در پایان ماه اپریل در مرز با تاجیکستان به خونریزی‌های در تاریخ مناقشه مرزی تمام آسیا میانه بی‌سابقه راه دادند. سوونالیف هنوز روز 4 مای درباره استعفایش از مقامات والی ولایت بادکن خبر داد و گفت با قرار حکومت او را به کار دیگر می‌گذرانند. گنرال مایور سوونالیف که 61 سال دارد تازه 15 فوریه سال 2021 به رهبری ولایت بادکن تعیین شده بود، ولی در این مقام همگی کمتر از 3 ماه کار کرده توانست. با قرار سروزیر عبدالکریم علیمبایف نماینده نو حکومت در ولایت بادکن تعیین شده است. علیمبایف نماینده با صلاحیت حکومت جمهوری قرقیزستان در ولایت بادکن تعیین شد. قرار مربوطه را سروزیر اولوغبک معروفوف امضا کرد. گفته می شود در اطلاعیه خدمات مطبوعات حکومت قرقیزستان عبدالکریم علیمبایف 48 سال داشته تا سال 2016 رهبر خدمات مرزبانی قرقیزستان بود. سالهای آخر او در مقام سردار ستاد این خدمات خدمت میکرد. همین طور بنا به اطلاع خدمات مطبوعات کابینه وزیران قرقیزستان با قرار سروزیر اولوغبک معروفوف اوقلبک اورازوف از مقام رهبر ماموریت دولت حاکم نویه بادکن آزاد کرده شد. اورازوف رهبر داغ‌ترین نقطه در مرز تاجیکستان و قرقیزستان نویه با اسفره مرز بادکن را به دوش داشت و یک رهبر ضد و نقیض به شمار می رفت. شهرداری اسفره بهاودین بهادرزاده روز 29 اپریل وقتی تیر خورد که برای مذاکرات با اورازوف به دهه مرزی خواجه اعلی آمده بود. یادآور می شویم که قشون‌های مرزبانی تاجیکستان هنوز در روزهای اول مناقشه 28 اپریل اورازوف را به اغواگری عیبدار کرده بودند. 28 اپریل سال 2021 ساعت 16:00 در موضع نقطه آب تقسیم کنی گلاونوی واقع در بالای دریای اسفره و حدود دهه خواجه اعلی جماعت چارکوی شهر اسفره در بین شهروندان جمهوری تاجیکستان و جمهوری قرقیزستان مناقشه سرحدی رخ داد. شهروندان قرقیزستان جانب شهروندان تاجیکستان به سنگپرتایی پرداختند و در نتیجه 7 ساکن تاجیکستان جراحت گوناگون جسمانی برداشتند. گفته میشد در اظهارات مرکزی مطبوعات قشون‌های مرزبانی تاجیکستان روز 29 اپریل مخالفت طرف‌ها در مرز اسفره با ناحیه بادکن و مرز ناحیه باباجان غفوروف و لیلک به تیرپرانی شدید با استفاده از اتومات و مینومیات‌ها و ماشین‌های زیرپوش و دیگر تکنیک‌های نظامی پیچید. بنا به حساب‌ها در مناقشه اخیر در مرز تاجیکستان و قرقیزستان از جانب قرقیزستان 34 نفر کشته و 149 نفر زخمی شده، از جانب تاجیکستان 20 نفر جان باختند و 88 نفر جراحت برداشتند.